برادری تقاضا کردن درباره معامله با مردم چند کلماتی عرضه کنید. برادری محترم، اخلاق نیک، رفتار و گفتار نیک از جمله اوامر الله و رسول است. الله تعالی می فرماید و قولوا للناس حسنا، و شما برای مردم سخنی بهتر و نیکو بگویید. و همچنان می فرماید و احسنوا ان الله یحب المحسنین، شما احسان کنید، نرمی کنید، مهربانی کنید با مردم، چون الله تعالی به یقین محسنین و نیکوکاران را دوست می دارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند و خالق الناس بخلق حسن، شما با مردم به اخلاق نیکو بهتری والایی رفتار کنید. و همچنان فرمودند الراحمون یرحمهم الرحمن، الله تعالی بالای کسانی که مهربانی دارن بالای انها مهربانی میکند، رحمات و برکات خدا بالای از اینها نازل میفرماید. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کسی که در زمین است، مخلوقاتی که در زمین است، شما با اینها نیکویی کنید، مهربانی کنید، و او ذاتی که در آسمان است همراه شما مهربانی میکند. چقدر انسانی سعادت مند و انسانی نیکبخت است شخصی که با اهل زمین مهربانی میکند و ذاتی که در آسمان است رحمات خدا بالای از او پایین میکند. رفتار و کردار و اخلاق درست با مردم، یعنی با کدام مردم انسان اخلاق و رفتار درست داشته باشه. اینجا مردم عام است، برابر است که کافر بوده باشه یا مسلمان، برابر است که از جمله اقربا و نزدیک بوده باشه یا اینکه انسانهای دور، با همه انسان رفتار و گفتار و اخلاق درست داشته باشه. الله تعالی در سوره النساء آیت 36 می فرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا، شما عبادتی الله تعالی را به تنهایی بکنید و همراه الله در عبادتش هیچ چیزی دیگری را شریک نیارید و هیچ کسی دیگری را به الله در عبادت شریک نسازید. و بالوالدین احسانا، و اینجا الله تعالی بعد از حق خود حقوق العباد ذکر میکنه. مردمی که همراه از اونها احسان میشه، نیکویی میشه، رفتار و کردار درست، از جمله اقربترین شخص به انسان والدینش است. و بالوالدین احسانا، و در آیات متعددی از قرآن کریم ولو که والدین هم کافر بوده باشند با همراهشان اخلاق درست و رفتار درست و احسان و نیکوکاری انسان باید بکند. و دوم و بذی القربا، کسانی که به انسان اهل قرابت هستند، خویشاوندان هستند، پیوند به انسان دارند، چه از طرف مادر، چه از طرف پدر، چه از طرف همسر، همه از اینها را همراهشان احسان و نیکویی داشته باشند. والیتاما، و همچنان با یتیمان، کسانی که پدری خود از دست دادند و در دنیا شخصی ندارند که بالای از اینها مهربانی کنند، حرف زیبایی برشان بگوید. پس چنین انسانی مسلمان، انسانی خوب و بهتر، شخصی است که دل یتیم را با حرف زیبای خود، با معامله زیبای خود کسب می کند و دلی از او را مرهمی بر دلی از او میگذارد. والمساکین، و همچنان احسان به مسکینها، کسانی که ناتوان هستند، نادار هستند، بیچاره قوتی امروزشان را داره، فردایشان را ندارد. انسان همراهشان کمکی مالی کند، پول بدهد، غذا برشان آماده کند، کالا برشان آماده کند، مسکن و جا برشان آماده کند. ای از جمله احسان به مسکینها و یتیمها و بیوهها و فقیرها و ناتوانها می باشد.
والجار ذی القربى و همچنان همسایگان انسان، به خصوص اهل قرابت بوده باشند. آن شخصی که همسایه انسان بوده باشه و اهل قرابت هم بوده باشه بالای انسان، و باز اهل قرابت مسلمان هم بوده باشد بالای انسان، 3 حقوق داره: حقوق همسایگی، حقوق قرابت و حقوق مسلمانی. همه زیر حقوق باید انسان رعایت بکند. و همچنان همسایه پهلوی انسان که اگر کافر هم بوده باشه بالای انسان حق دارد، حق همسایگی. اگر کافر خویشاوندان و از جمله اقربا بوده باشد، باز حقی خویشاوندی و حق همسایگی، 2 تا حق بالای انسان دارد. این همه انسان مسلمان باید رعایت کند و این احسان همراهی چنین همسایه ها باید داشته باشد. و همچنان رفیق سفر و رفیق پهلوی انسان که همیش با انسان در حضر و سفر یک جا می باشه، با او رفتار نیک، کردار نیک، اخلاق درست همراهش داشته باشه. و ابن السبیل و همچنان مسافری که در راه افتیده به کمکش برسد، حاجتی داره حاجتش بر آورده بکند، اگر جایی نداره ضرورتی از او را آماده کند، ضرورتی از او را برای آورده کند، جا برش آماده کند طبق طاقت و چیزی تواناییش، یعنی چیزی که در توانش است، بری مسافر هم خدمتی ارائه بکند. و ما ملکت ایمانکم، و همچنان احسان همراه زیر دستان، کسانی که مزدور هستند، کنیز هستند، چه مرد بوده باشه چه زن بوده باشه، رفتار نیکو و اخلاق درست انسان همراه از اینها بکند و این امر الله تعالی است. پس اخلاق درست با همه مردم، چه سرمایه‌دار بوده باشن، چه فقیر بوده باشن، چه کافر بوده باشن، چه مسلمان بوده باشن، چه اهل قرابت بوده باشن، چه بعید و دور از انسان بوده باشن، و اگر حاجتی دارن انسان در توان انسان اگر بوده باشه، حاجتی از اونها را بر آورده بکند. مشکلی بالایشان است، تلاش کند انسان که مشکل از سری از اونها دور بسازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. کسی یک مشکلی، کسی یک سختی را از سر یک مسلمان دور می سازد، الله تعالی در روز قیامت سختی را از سری ازی دور می سازد. و این چقدر بشارتی بزرگ است به انسانی که رفتار نیکو میکند و اخلاق درست با مردم دارد. اگر انسان سرمایه و زندگی و دارایی ندارد که با مردم رسیدگی بکند و مشکل مردم را دور بسازد، پس از اخلاق نیک خود و از چهره باز خود و از گفتار نیک خود استفاده کند، سخنی خیر به مردم برساند و چهرهش هر وقتی که با مردم ملاقات میکنه باز و گشاده بوده باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای که انسان با برادری مسلمانش با چهره باز ملاقات میکند، دری هم برش اجر است و این صدقه برش نوشته میشه. و اگر نیکی دیگری کرده نمیتواند، لااقل جانب مقابل بالایشان ظلم نکنه، حق تلفی نکند، داو و دشنام و فحشگویی نکند و غیبت و شکایت از برادری مسلمانش نکند. و این هم از جمله اخلاق والا و بهتر و رفتار بهتری است که در حق یک مسلمان و حتی در حق یک انسان یا بشری دیگری ایره انجام میدهد. الله تعالی ما را از جمله صاحبان اخلاق درست و همچنان رفتاری نیکو بهتری بگرداند. بارک الله فیکم.